سلام. امروز اومدم راجع به رژیم غذایی مدیترانه‌ای براتون صحبت کنم و الان وسط یکی از تاریخی ترین و لوکال ترین لوکیشن های قبرسیم. کجا یعنی کسل. اینجا پر از کافه رستورانه. ببین انقدر خوشگله. بذار من یه بک بزنم. اینجا رو ببین. تک تک اینا که کنار منن کافه رستوران های خیلی قدیمی هن و حس و حالشون عجیب غریبه. بیایم بریم حالا یه جا بشینیم و براتون تعریف کنم. اگه مثلا آنتالیا و استانبول و اینا رفته باشید، بازار قدیماشون تقریبا همین سبکی هن. منتها اینجا یه فرقی داره. ترکای قبرس خیلی 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 مهربونن. اگه بخوام اخلاقاشون رو بهتون بگم، فیکس شبیه شیرازی هاست اخلاقاشون. یه خورده تنبلن. ما خودمونم شیرازیم، با قبرسی ها خیلی راحت کنار میاد. یکم تنبلن، یه کوچولو. خیلی با همه نایسن، با همه سریع دوست میشن دیگه. الان مثلا هیچ کس به من اخم نمیکنه، مثلا لبخند میزنن، مرحبا، سلام میکنن. بریم حالا بشیم توی کافه قشنگ راجع بهش صحبت کنیم با. لالا لالا لالا. خب بزن یه قلوب قهوه بخورم. خب بیاین حالا اون داستان رژیم مدیترانه‌ای رو که بهتون گفتم یکم براتون باز کنم. اینکه چرا اینقدر ترنده، چرا حالا حتی قبرسیام کلا همین رژیم رو دارن رعایت میکنن. آیتمای خیلی باحالی داره. مثلا شما فکر کن شما میخوای ناهار بخوری، این شکلیه که یه بشقاب پروتئین داری، یه بشقاب سالاد داری، یه بشقاب زیتون داری. تنوعی که توی این سفره‌هاشون دارن خیلی باحاله، یعنی اصلا خسته نمیشی. حتی سوپ و اینا شبیه ما نمیخورن. اولا که سوپ اینجا خیلی طرفدار داره، یعنی یه عالمه آدم عاشق چوربان. چوربا هم همون سوپ خودمونه. چجوری سرو میکنن؟ سوپو با تیکه‌های نون خشک جدا میذارن، البته شما میتونید میکس کنین با لیمو، زیتون، ترشو یا همون ترشی خودمون. همه اینا رو در کنار هم یه وعده کامل دارن، در صورتی که سوپ کلا برای ما غذا نیست، ولی برای اینا یه غذای کامله. صبحانه سوپ میخورن، شام سوپ میخورن، بین وعده هاشون میان بنده سوپ میخورن. کلا خیلی آدمای باحالین. حالا سر این که تمام وعده های اینا توش زیتون داره. چرا؟ چون که خیلی زیتون چربی که داره برای معده خوبه، یعنی حتی در کنار تمام الکلاشون اینا باید زیتون بخورن، چون معتقدن که زیتون یه کاری میکنه با معدت که هیچ بلایی سرت نمیاد، یا به قول خودمون شما الکل میخوری حالت بعدش بد نمیشه. و اونقدر اینا برای زیتون اهمیت قائلن. اینجا که مهد زیتونه دیگه. اونقدر اینا براش اهمیت قائلن که مثلا شما خونه میخری، تو سند نوشته 5 تا درخت زیتون توی این سند وجود داره و اجازه قطعش رو نداری. یعنی امکان داره شما یه دونه زمین خیلی خفن، یه جای خیلی خوب با ویو خوب بخری، ولی توش مثلا 10 تا درخت زیتون باشه. شما تو منطقه که اون درخت هست نمیتونی خونتو بسازی و هیچ بنایی بسازی. اینقدر زیتون برای اینا مقدسه. یه چیز جالبی که اینا دارن، تفریح‌های آخر هفتهشون خلاصه میشه توی میخونه رفتن یا همون میخانه. اینا میخونه چه مدلیه؟ این مدلیه که شما یه دونه ورودی میدی، ورودی که نه، یه هزینه بابت فیکس منو میدی. فیکس منو با الکل یا بدون الکل، این به انتخاب خودتونه. حالا قیمتش هم هولوش 2000 لیر تا 3500 دیگه بست میخونه اینجاست و شما انلیمیتد مزه و الکل داری. با اون هزینه که میکنی تمام شب اونجا میتونی بنوشی، غذای خوشمزه بخوری. بعضا فیکس منوها مدل‌های مختلف دارن. مثلا میتونی با پروتئین انتخاب کنی، بدون پروتئین انتخاب کنی، یا مثلا حتما غذاهای گوشتی داشته باشی یا نداشته باشی. یعنی حتی اگه شما وگانم باشی یه میز کامل میتونن برات بچینن. 5 مدل مزه سرد و گرم داره مینیمم این 5 مدلی که بهتون میگم، چون چیزی که ما میریم و حالا توی ویدیوها براتون میذارم که ببینید. یعنی کل میز رو برای شما پر میکنن و حتی مثلا بعضی وقتا هست آخرش داری برمیگردی میبینی مثلا 4 تا بشقابا رو هنوز ندیدی، یا 5 دقیقه یه بار انقدر هی مزه‌های جدید برات شارژ میکنن تو مثلا بعد نیم ساعت این شکلی که من دیگه سیر شدم دیگه کاش چیزی نیارم. الکل هم این شکلیه دیگه. وقتی مثلا فیکس منو با الکل میگیری
نفر یه دونه باتل یا حالا بیشتر میخونه آنلیمیتده، یعنی شما سر میز 10 تا باتل هم بخوری باز برای چارج میکنن. منتها برندشو نمیتونی انتخاب کنی، مثلا میتونی بگی ویسکی میخوام ولی نمیتونی بگی مثلا بلو لیبل میخوام. حالا بستگی به لول میخونه ها اون برندایی که براتون سرو میکنن متفاوته، ولی سبک باحالی دارن دیگه. شما رندوم بخوای بری یک کلاب تو استانبول هی سفارش بدی، شاید هر نفر 2 برابر مبلغی که اینجا میدی باشه. اینم از روتین الکل خوردنشون و میخونه رفتنشون. دیگه چی میخواستم براتون بگم؟ قبرسی‌ها اصلا مواد اولیه غذایشون رو فریز نمی‌کنن تحت هیچ شرایطی. حالا این از کجا میاد؟ اینجا 99% محصولاتی که حالا استفاده میکنن ارگانیکه. 100% که ارگانیک، حالا ما میگیم 99. لحظه صبر کنید. ارگانیکه چرا؟ چون هنوز اون شکلی که دام و اینا رو دارن پرورش میدن شکل ارگانیکه، یعنی نمیدونم یه اصطلاح داره، یه اصطلاح خارجی داره، پایین براتون می‌نویسم چون الان دقیقاً یادم نمیاد. این شکلیه. حالا ترجیحشون چیه؟ ترجیحشون اینه که برن هر روز مواد اولیه غذایشون رو بخرن به صورت تازه، فریز نمی‌کنن. اصلاً محصولاتشون رو فریز نمی‌کنن. چون که دسترسی راحت، قیمت بالا و پایین نمیشه، همیشه یه قیمت دارن خرید میکنن. مثلا ایران خودمون نیست بگی اگه گوشت نخرم 10 کیلو بذارم ماه دیگه گرون میشه. اینجا نه، نیست. شاید 2 لیر، 3 لیر، 10 لیر گرون شه. سر همین ترجیح میدن همه چیشون رو تازه تازه بخرن. خیلی اعتقادی به این که همه چی رو بگیریم دپو کنیم و اینا ندارن. به خاطر همینم است که خیلی 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 بدنهای سالمی دارن. اینجا مثلا سرطان خیلی کم دیده میشه، یعنی توی آمارا اصلا حتی نوشته نمیشه اونقدری که کم اینجا بیماریهای سرطانی و MS و چیزهای این شکلی دیده نمیشه اصلا. و بیشترین دلیلش هم اینه که اعصابشون آرومه، آب و هواشون خوبه، غذاشون خیلی خوبه، غذای سالم میخورن. وعده شب و خوشگذرانی و اینا رو گفتیم، روتین رو گفتیم، میرسیم به مهمترین بخش لایف استایل اینا که صبحانه است. یعنی یه جوری صبحانه میخورن و یه جوری صبحانه دوست دارن، تو همینجوری رندوم داری رد میشی هم دلت میکشه از جوری که اینا دارن با ولع صبحونه میخورن. و صبحونه هاشون خیلی کامله، خیلی کامله. یعنی شما فکر کن وقتی میشینی صبحونه ترکی برات میارن، شاید بهت بگم 15-20 مدل فقط پنیر برات سرو میکنن. پنیر سرد، پنیر گرم، پنیر با کپک، هر چیزی که فکر کنی از محصولات پنیر رو اینا برات میارن. به غیر از اون کنار صبحانه شورشون یه سری صبحانه شیرین هم حتما باید باشه. مثلا یه سری نونایی دارن که شبیه پیراشکی خودمونه، اونا رو با شکلات صبحونه، با مربا، کره. یکی از چیزایی که همیشه میخورن کره و سرشیر تازه است. اینو دیگه همیشه سر سفره‌هاشون میبینی. سرشیراشون هم مثل ما شبیه بستنیه، اسکوپی میذارن روی کره، قشنگ با هم میکس میکنی و خیلی هم خوشمزه است، فوق‌العاده است. حتما بهتون پیشنهاد میکنم اگه اومدین این سمتا یا ترکیه حتما تست کنید. به غیر از اون ازت میپرسن حالا یا نیمرو برات میارن یا برات املت میارن، یه ترکیب اینجوری تخم مرغ و اینا برات میارن. در کنار صبحانه‌شون اول چای میخورن و بعدش هم آنلیمیتد دوباره تا آخر صبحانه شما چای میخورین. من عاشق چایی ام، مثل خودمونم. بعد از صبحونم که حتما یه دونه قهوه ترک بعد بزنی تا بتونی روزتو شروع کنی. ببین ما این سبکی نیستیم، مثلا ما اون صبحونه رو که میخوریم انقدر سنگین میشیم بعدش اصلا راه نمیتونیم بریم، ولی خودشون این شکلی هم صبحونه رو میخورن، یه قهوه میرن روزشون رو شروع میکنن، قهوه پر انرژی فرش. ما عادت نداریم دیگه، ما همیشه سرپایی یه تخم مرغ سری میخوریم میریم سر کار و کلا ایرانی‌ها همین شکلی ان. مثلا خیلی بخوایم صبحونه بخوریم تو ایران خودمون میریم کافه صبحونه انگلیسی میخوریم و یا نهایتا میریم املت میخوریم و اونجوری میز چیدن و خیلی توی فرهنگمون ما نداریم توی صبحانه. یه تیکه از ویدیو بهتون گفتم که اینا برای زیتون خیلی اهمیت قائلن، خیلی براشون مقدسه. مثلا به جایی که مثل ما اسفند دود کنن که چشم نخورن، برگای درخت زیتون و اینا دود میکنن. یعنی حتی هر روز صبح در محل کسبشون، مثلا ورودی عروسیشون، ورودی نامزدیشون، هر جایی که نیاز به انرژی خوب دارن، چون معتقدن که سوزوندن برگ درخت زیتون انرژی منفی رو کلا فراری میده. و به نظر من خیلی جالبه. اولین چیز جالبی که راجبه حالا همین خرافات اینجا و اینا میبینی همینه، اعتقاد جالبی دارن. زیتون اصلا کلا چیز عجیبیه براشون.
برای شروع گفتم که یکم اول با فرهنگ غذایی اینا آشناتون کنم. حالا توی ولاگای بعدی میریم سر میزنیم، به میخونه سر میزنیم، صبحانه میخوریم کنار هم، تک تک آیتما رو بهتون نشون میدم. اگه یه روز شما مقصدتون اینجا بود یا رفتین جایی مسافرت که این سبکی بود، شاید به دردتون بخوره. حتی توی نحوهی که بعد سفارش بدین همه اینا رو کنار هم میبینیم و کلی کیف میکنیم. اگرم نظری داشتین حتما برامون بنویسید.